سلام، اینجا عز بازاره و اینم اسپیکر خفن ما، یعنی JBL بومباکس 3 هستش. از همون مدل اول بومباکس تا حالا این اسپیکر خیلی پرطرفدار و جنجالی بوده. از نظر اندازه که تقریبا فرقی نکرده، ولی خیلی سنگین‌تر شده. وزنش از مدل قبلی که 59 کیلوگرم بود پرید روی 6 و 7، به صورتی که وقتی برش دارید کاملا متوجه سنگینیش میشید. در بخش طراحی اون دستگیره بزرگ که میشه گفت امضای سری بومباکس هست هنوز حفظ شده، البته با کمی تفاوت توی ظاهرش که انگار یه چیزی رو روش چسبوندن. نکته اصلی اینجاست که دستگیره دیگه پلاستیکی نیست و فلزی شده. این واقعا میتونه حس کیفیت رو تا حد زیادی بالا ببره. یه تکه لاستیک نارنجی هم زیر دستگیره قرار گرفته که باعث میشه بهتر توی دست قرار بگیره و کامل بچسبه به دست. لوگوی بزرگ JBL جلوی اسپیکر قرار گرفته. مثل همیشه لوگو یک شکل سه‌بعدی داره، از جلو خاکستریه و از بغل ها کمی نارنجی دیده میشه. دکمه های کنترل دقیقاً همون قبلیان و هیچ فرقی نکردن. پس قابلیت پارتی بوست که باهاش چند تا اسپیکر رو وصل میکنید هنوز سر جاشه. پورت‌های اتصال هم مثل همیشه پشت یه دب‌پوش قرار گرفتن. سوکت برق عوض شده، دیگه آداپتور یا شارژر جدا نداره، کابل برق مستقیم بهش وصل میشه. یه پورت USB و یه جک AUX داره. عمر باتری روی صدای متوسط 24 ساعته و شارژ شدن این باتری تقریبا 6 ساعت و نیم زمان میبره. برای اتصال از بلوتوث 53 استفاده میکنه. توی بومباکس 3 ما می‌بینیم که JBL یه سیستم صدایی سه‌گانه کاملا مدرن رو قرار داده که این سیستم شامل یه ساب‌ووفر خیلی بزرگ با 80 وات قدرت میشه، 2 تا درایور میانی با 40 وات قدرت و 2 تا توییتر با 10 وات قدرت. مجموع قدرت وقتی به برق وصل میشه تا 180 وات میرسه. این یعنی 50 وات بیشتر از بومباکس 2. قدرت هم وقتی که از باتری استفاده میکنه تا حدی پایین میاد و میشه 136 وات. درایورهای کناری طبق معمول حسابی بالا پایین میرن. تنظیمات جدید باعث شده بم صدا تا 40 هرتز بره پایین. مقاومت IP67 رو داریم، یعنی علاوه بر ضد آب بودن کاملا ضد گرد و غبار هم هست. حتی حد خیلی زیادی میشه گفت ضد ضربه است. برای شخصی سازی صدا میتونید با اکولایزر اپلیکیشن JBL صداتون رو همون جوری که میخواین تنظیم کنین. حتما این کار بکنید که خروجی بهتری بگیرید. سیستم جدید سه‌گانه‌ای که JBL به کار برده تاثیر خیلی مثبتی روی کیفیت خروجی صدا گذاشته. چون این مدل جدید باس واقعا بهتر شده، عمیق‌تر شده، دقت خیلی بالاتری داره و صدای بسیار تمیزتری رو ارائه میده. به خاطر داشتن درایورهای جداگانه صدای جزئیات میانی خیلی بهتر و شفافتر شده. صدای زیر هم حتی بدون اکولایزر خیلی واضحه. حواستون باشه زیاد دستکاریش نکنید که صدا خیلی دیستورت نشه. در کل این آپدیت صدا خیلی موفقه و شاید اون چیزی نباشه که همه آرزوشو داشتن، ولی از نظر صدا بومباکس کاملا پخته تر شده و صداش کاملا بهتر و شفافتره. یکی از نکات منفی که میشه اینجا در مورد صحبت کرد، این پایه‌ای که میبینید جدید شده ولی دیگه به اندازه نسل قبلی محکم نیست و اگه چیزی بهش بخوره خیلی دچار لرزه میشه، میلرزه سریع. انگار این پایه رو از مدل‌های خیلی سبک‌تر کپی کردن که خب برای این وزن به نظر مناسب نیست. JBL بومباکس 3 قیمت نسبتاً بالایی داره، نسبتاً که قیمت واقعاً بالایی داره و بین 32 تا 40 تومن الان داره خرید و فروش میشه و احتمال قیمت بالاتری هم میگیره. ولی خب در نهایت نظر شما در مورد بومباکس 3 چیه؟ همونی بود که فکر می‌کردید یا شما رو ناامید کرده؟ حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارید. لینک خرید و سفارش این محصول از عز بازار رو توی کپشن میذارم براتون. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید.